هر چی که بگویی همه تو میکنه؟ جیتا پنو ایره سایکو هر چی که بگویم همه تو میکنه. این چی میگی؟ خود تو یک چیزی من ادمی بگو کنه؟ جیتا پنو هر چارت گوش کو اینانی بیبی که من چی بگو میره. فکرت باشه که اون روزم شوخی کرده بودی. گوش کو میری خانه خو دننه میگی که میرک مهمان داره 4 نفر بگو که یک زرگک سبزی و قرمه کچالو پخته کن یا بخو فهمیدی که باز شوخی نکنی که باز این دفعه بیدیده میبرم. بخیره که حجت کو خدا باش تو که از دست شوخی تینا من خود اسپانا رو گردن تندان کن. برو بخیر دیگه برو بخی که نالی قلا بریم بخیر ببینیم که گپی من راست است یا دروغ. بیایید خوش آمدین در خانه ما. خوش باشید میرک دیگه بس آمد شدی امرای ما. چیز آمده است کاکا دلبر چیزی که دستیار گفتیم تیار است. من برم که سرشته مانم از تان بگیرم دیگه. او بچه این حال معلوم میشه. کاکا دلبر من میگم اگه این سگ اینقدر روشار باشه خطوطی زرست دیگه. راست گفتی گلو کاکا دلبر بدرد کاروبار ما و شما میخوره. کاکا دلبر خودش خود کده ما آمد نه؟ اگه قرمی کچولو و سوزی شفتر پخته کده بود خونه گپش راست است. چیزی که در دیگ است در کاسه میبناید. بیا در راه دردتانه به قراری بخوری. باشند که من او دستم بیارم بخیر. او بچه ولا گپش خود راست است. از دیگ خدا کاسه برآمد. کاکا دلبر هر رقم که میشه چاری کار بسنج. راست میگه کاکا دلبر هر چقدر که میگیره برش پیسه بده مگم سگ بیل. قرا بچه ما در گپ رسیدی. گشتام شده باشه. والا دلبر ببخشی منم میرک جان که ما نه چطور تو میمون هستی؟ دلبر جان خدا ببخشید. بسیار عزت ما را کردی. خو گپ ما را در زمین ننداز. بده بی سگه دما. یه نگوش که کاکا دلبر
من میفهمی که غیر اینمی یک دستیار اینمی سگک مزدگک دستیار ندارم. اگانی گپ تانوالا قد زمین من داختم میدادم و میره شما را. بیبی میرجان شک نکن پدر، پیسه را بگی که به دردت میخوره زور آور. میرک؟ امی کاکا دلبر راست میگه. حالا دیگه ماره دست خالی روان نکنه. بالا که در مقابل شما دوستا و اندیوالا چی میکنه؟ صحیح شد اینه جیده پرو ایسی سایکو یک دفعه من برم کده امینانیم بزنم که امینانیم چی میگه؟ باز هر چی که گفتونم یه برو صحیح خفه نمیشه برو کاکا دلبر چون میرا جان هر قسم که میشه باید از ما شما سگ از پیشش بگیری. کاکا دلبر بوزه چی تو گرفت چی عقل میرک چی گفت ننه؟ ننیم گفت که لیمون دوست خداست. گفت دوست خدا را خفه نساز گفت فتشه گفت آدم اینه تو ننه بده چی تا پنو دیگه بکش پیسه را بده کاکا دلبر پیسه را کجام جیب دیگه نبیدی برکت چی تا پنو برو تا ماره دستت کار ما شد کار ما. سلام علیکم نانا. سلام علیکم پسرم جان. نانا بخیر اومدی؟ بخیر باشی زنده باشی زنده باشی. چطور هستی؟ نانا اینا پیسه بود خورا سایکو کلش بست آورده اینا نانا جان میرک پیسه را از کجا کردی؟ نانا جان سگه سودا کردم. چی؟ میر جان تو چی میگی؟ سگه کی خریده؟ تو یک دفعه سبت کو کردیم رسپان از سگه در دستت بابتون باز بمه کردید گرد میزنم خوب؟ میر جان آدم ها چشم نداره؟ جیتا پرو ایره سایکو زن اگه باز غاله سک میشه آدم هم بیچشم میشه باز من که آمدم برات قصه میکنم منت تو مالی خوب؟ توبه چی میبینم چی میشنم ما؟ نشه که نیایی همین؟ ببین که دست دوست خودش لالا دلبر ما میگم زنده خوب باشی من میگم بیشک که تسکی پرامن من میگم دندانای شدید پوراست یا ایتا پنو ایسو سایکو کاکا دلبر فکرت باشه که از پیشت خفه نشه که من بسیار دوستش دارم. میرک خریدی ما را چرا گیریه میکنید پیشی تو باشه پیشی ما باشه خونمون یک چیز هست دیگه ایتا پنو چطور کنم ننگم نمان دوست خداست اگانه که دلی به او میره برو دیگه میرک دیگی یا بچه برو دیگی برو صحیح نگاهش میکنی برو
ایتا پرو دستوارتا دیو پرو مرا میرک بگن میرک